این آدمان ساکنان دهه دهنه اشتراکچیان حشر در ساختمان راه بین دهه میباشند. دهه دهنه از مرکز جامعات دهات گلستان ناحیه واسه در مسافه 6 کیلومتر دور واقع بوده بین قطار تپه های اولیمتوی واقع گشته است. از تاثیر سیل و بری شد راه بین دهه ناهموار و ویران گشته رفت و آمد واسطه های نقلیات و آدمان سال تا سال دشوار میگردید. در چنین وضعیت اویله دولتزاده های ساکنان این دهه که به فعالیت صاحبکاری مشغول هستند اقدامی جوانمردانه نمودند. آنها در تعمیر زیاده از 1 کیلومتر این را سهم گذاشتند. از دهه مهرآباد تا دهه از مسافه 8 کیلومتر 40 ماشین کم از سنگ و شغل کشانیده با اشتراک ساکنان دهه راه را انا همین طور سنگ فرش می نمایند. با دستگیری صاحبکاران در ساختمان راهکارهای وزنین طریق استفاده تکنیکه ها اجرا کرده شدند. در جشن 30 سالگی استقلالیت با گفته‌های اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما خود را در کنار نگذاشته سهم خود را برای آبادی کشورمان می‌گذاریم. ما راه ویران شده که بین دهه بود با مساحت 1 کیلومتر راه را ما سنگفرش کرده ایستاده‌ایم که تو اینکه مردم این دهات با مرکز ناحیه به یگان ترخیصی رفت آمد کنند. در تعمیر و از نوسازی راه بین دهه شرچون ساختمان راه را طبق قاعده‌های راهسازی برها ماندند. برای گذشتن سیل و آبی از تپه‌ها جاری شده در هر دو شفت راه جویبار می‌سازند. اویله دولتزاده ها مقصد دارند که در آینده نیز در رشد میم بده این دهه سهم خود را می‌گذارند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.